سال 2019 بود. سارا و علی تصمیم میگیرن برای تعطیلات آخر هفته به یک کلبه جنگلی دور افتاده برن. روزشون عالی میگذره. اما شب وقتی به سمت شهر برمیگردن، از یه جاده خلوت و جنگلی رد میشن. جاده تاریکه و هیچ ماشینی توی مسیر نیست. وسطای راه ماشینشون یهو خاموش میکنه. علی هرچی تلاش میکنه ماشین روشن نمیشه. سارا میگه بذار با موبایل کمک بگیریم. اما گوشی هیچ سیگنالی نداره. ناچار میشن توی ماشین بمونن و منتظر بشن. هوا هر لحظه تاریک‌تر میشه و سکوت جنگل سنگین‌تر. یهو صدای خوشخش میشنن. سارا با نگرانی میگه علی این چی بود؟ علی سعی میکنه آرومش کنه. احتمالاً یه حیوونه. نگران نباش. ولی صدا نزدیکتر میشه. انگار کسی یا چیزی داره به سمت ماشین میاد. یه دفعه نور چراغی ماشین تو آینه عقب ظاهر میشه. سارا با خوشحالی میگه کمک رسید. اما وقتی ماشین نزدیکتر میشه، علی متوجه میشه ماشین خیلی قدیمیه. انگار سالهاست خاک خورده. ماشین پشت سرشون توقف میکنه و یه مرد با لباسهای پاره و قیافه عجیب ازش پیاده میشه. مرد به سمت ماشین علی میاد. با صدایی خشن میگه مشکل پیش اومده. علی با تردید میگه آره ماشینمون خراب شده. مرد بدون اینکه نگاهشون کنه میگه اینجا نمونید. خطرناکه. بیا تا برسونمتون. سارا که حس بدی داره آروم به علی میگه من حس خوبی ندارم. بهتره باهاش نریم. علی اما میگه این جاده خیلی خلوته. چاره‌ای نداریم. سوار ماشین مرد میشن و حرکت میکنن. چند دقیقه که میگذره علی میپرسه این راه خیلی دور نیست؟ مرد بدون اینکه سرشو بچرخونه میگه تا الان خیلی ها تو این جاده گم شدن. شما خوش شانسید که من پیداتون کردم. کمکم سارا متوجه میشه که صداهایی از صندوق عقب ماشین میاد، مثل صدای ناله یا کوبیدن. به علی اشاره میکنه ولی مرد با صدای بلند میگه کاری نکنید که پشیمون بشید. علی با دیدن اولین پیچ باز جاده به سارا اشاره میکنه. وقتی مرد حواسش نیست، هر دو با هم از ماشین میپرن و به سمت جنگل فرار میکنن. مرد با فریاد دنبالشون میره فرار کنید، ولی هیچ وقت نمیتونید دور بشید. سارا و علی تو جنگل گم میشن و بعد از ساعتها با صدای ماشینی به جاده برمیگردن. راننده اونها رو پیدا میکنه و به شهر میرسونه. وقتی داستان رو به پلیس میگن، افسر پلیس با چهرهای وحشت زده میگه اون جاده مدت هاست که بسته است. هیچ ماشینی نباید اونجا باشه. بعداً مشخص میشه که مردی با مشخصات مشابه سالها پیش تو همون منطقه چندین نفر رو کشته بوده و جسته هاشون هیچ وقت پیدا نشده. اما ماشین قدیمی اون هنوز بعضی شبها تو جاده دیده میشه.